بیدانشی و جاهلی همین بعضی های از همین مردم ما را گوییم که همون بعضی کلین هاشون یا نمیدونم بعضی مثال خواهراشون است یا بعضی یکان زنهای را همونها را مقصد در بالای همون کارهای نادرست زیناشون میقپن، همون را بعد ویدیو میکنن، همون را در وقتی همون حالت ویدیو کردن میزنن، حقارت میکنن، نقل میکنن، بعد همون را میگیریم که در اینترنت میمونیم و روی عالم نشان میدیم که ببینید که مثال خواهر من یا زن من چی کار کرد. برادر عزیز و گرامی، این هم یک شرمندگی همون آدمایی هست که همین کارها را با در چشم دیگران نشان میدن. و تو اینقدر آدمی بررحم و به انصاف باشی، این کارها را برعکس باید پوشیدن در کار. پیامبر میگن من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. کسی عیب یک آدم میپوشانه، خدا عیب او را میپوشانه. همون آدمایی که همون را ویدیو کردن، همون بچه ها بگیم یا همون مردک ها یا همون زنک ها، همونا را خودشون ببین، همینا هم دستی به کار می حرام دارن یا در همین کار حرام دست زدگی هم. دیگر خداشون این قدر که بگیم تازه و ملائکه میگیرن که نشان میتن بعد دیگر مردم ببینیم فلان فلان. یک شرمندگی برادر عزیز، شرمندگی هم آدمایی که همین ویدیو را میکنن. شرمندگی ملت نه، شرمندگی تاجیک نه. زیرا تاجیک ما هم الحمدلله رب العالمین آدمای با معرفت دانشمندش پره. لیکن هر یک میگن که حقیقت جنگل ای، جنگل مثال بیخر بیخوب نمیشود. برای همین برادر عزیز این کار نکنین. اولا من مراجعت به شما میکنم، این کار نکنین. ای بای شرمای با همین مردم بفهمی ما اگر پرسماترای همه را نگاه کنین با میلیون میرسن. برای همین مردم ما همین چیزها را خودشون دوست میدارن. بعضیاش لیکن کسی همین کارا میکند، ای بی یک مسلمان بگیم او ای مسلمان ای و با او گناه کردگیش گناهگار شده ای. لیکن ای بی او را وقتی که تو در چشم دیگران نشان میتی، تو در پیشگاه خدای مهربان البته به این کار جواب میگویی.